فکر میکنی ماشین بی‌نقص وجود داره؟ اشتباه داری فکر میکنی. هر ماشینی یه نقطه ضعفی داره. بیا میخوام معروف ترین برندهای دنیا رو بررسی کنیم. تویوتا کم استهلاک ولی طراحی کسل کننده. هیوندا و کیا موتور گیربکس دردسرساز. بنز عالیه ولی هزینه تعمیراتش سرسام آوره. بی ام و رانندگی لذت بخش ولی هزینه نگهداریش کمرشکنه. پژو استهلاک بالا و موتورهای تشنه سوخت. رنو قطعات کمیاب و گرون. نیسان گیربکس سی وی تی ضعیف و دردسرساز. هوندا کم استهلاک ولی عایق بندی صدا افتضاح. تسلا تکنولوژی خفن مونتاژ ضعیف. مازراتی لاکچری ولی تعمیرش جیب آدمو خالی میکنه. پورشه و فراری ماشین رویایی ولی رانندگی برای روزمره افتضاح. ماشین های چینی فقط کپی خوشگل شدن ولی هنوز پلاستیکی. پراید ارزون ولی امنیت هیچی. الان نوبت توه. کدوم ماشین بیشترین ضعفو داره تو کامنت ها واسم بنویس. اگه از این ویدیو هم خوشت اومد لایکش کن و کانال ما رو هم دنبال کن.